و اینکه این خیلی برای ما ارزش داره. لطفاً یه جایی بذار که ببینیش و هر روز رو بهش لبخند بزن که به ما میرسونه لبخند شما. خیلی با ارزش. ممنون. شما نکته‌ای ندارین؟ نکته خاصی که موضوع به عنوان یه ده هفتادی مشکلشون چیه؟ اعتراضشون چیه؟ دغدغه‌شون چیه؟ فکر میکنم که کار بیشتر، چون من فکر میکنم بیشتر این چیزایی که مثلا حتی توی فضای مجازی میبینیم از همین کمبود کار میاد. حالا نمیگم خودشون هم تلاش میکنن و کار نیست، ولی من خودم که سرم شلوغه واقعا نمیرسم، اصلا یه موقعی یک هفته حتی نمیرسم اصلا این چیزا رو چک کنم و زیاد برام اهمیتی نداره که سرک بکشم ببینم بقیه چجوری زندگی میکنن. خب فکر میکنم اگر این مشغله باشه براشون بیشتر به خودشون فکر میکنن، احساس خوشبختی بیشتری میکنن. همینطوره. دل درست. امیدوارم انقدر کار وجود داشته باشه تو مملکتمون که بچه هامون در کمال آرامش کار کنن و زندگی کنن. بچه هامون هم انقدر اراده داشته باشن که یا کارآفرینی بکنن یا برن دنبال کار رو به دست بیارن، چون واقعا نمیان در خونه آدم بزنن کار رو بدن. کار رو باید قاپید، کار رو باید به دست آورد و میگم انقدر ایشالله کار وجود داشته باشه که این اتفاق بیفته. تقدیم به شما، مخلصم و اگر چیزی باید به ما بگید وگرنه خداحافظی کنید. آرزوی خوب نمی کنی برامون؟ آرزوی خوب که واقعا آرزوی سلامتی و خوشبختی فکر میکنم از همه چیز مهمتره واسه همه مردم کشورم و کسی که اینجا هستن و شما. آرزوی سلامتی و خوشبختی میکنم و سایه بزرگترشون بالا سرشون باشه. خیلی ممنون. ترلان پروانه.